خب از کجا شروع کنیم؟ یکی بود یکی نبود چطوره؟ نه بابا 1000 بار اول قصه ها شنیدیمش. اصلا بیاید یه کار دیگه کنیم. ولاگا رو اینجوری شروع میکنن دیگه. نه تکراریه، اینم خوب نیست. نه تو رو خدا کتابم چند بار خیلی ها نشونش دادن. ببند اونو ببند، ازش میگذریم. اصلا این کاریه که ما میکنیم، برمیگردیم به روزی که ذهن من درگیر یه چیزی شد. تا اونجا که یادم میاد از زمانی که وارد هنرستان شدم و تا زمانی که رفتم دانشگاه یه سوالی همیشه گوشه ذهنم بود. من قراره چیکارشم؟ چی دوست دارم؟ اصلا هنر من چیه؟ تا اینکه فهمیدم من توی یه سری کارا خیلی خوبم. 4 تا کار خیلی خوبم. کابینت سازی بلدم، کار با کامپیوترم خیلی خوبه، خوب حرف میزنم و از همه مهمتر جلوی دوربینم خیلی راحتم. اصلا بودو بیا بغلم. حالا چالش من چیه؟ چالش من اینه که از این هنر رو پول در بیارم. کمالگرایی رو بذارم کنار، عملگرا باشم، بیفتیم کف خیابون ببینیم چی میشه. راستی اولین هنری که قراره ازش پول در بیارم کابینت سازی. پس بزنیم بریم ببینیم چه جوری میشه. حدود ساعت 9 صبح یه بارون خیلی خوبی هم داره میاد. قراره که برم از این هنرم پول در بیارم تو کابینت سازی. میخوام بخش مونتاژ کار کنم، بعد برم الان لباسمو عوض کنم و لباس کار تن کنم که برم شروع کنم. توشون صدا به صدا نمیرسه، بیشتر براتون تایم لپس بذارم از کار کردنم که در نهایت آخر روز ببینیم چقدر کاسب میشیم. تو محیط کارگاهی که میاد غذا یه طعم دیگه ای داره. همینقدر خاکی یا زمین یا رو هوا وایسادی داری ایستاده غذاتون می‌خورید. جاتون خالی. استانبولی خیلی مزه داره. عالیه. خب وسط استراحت تو کارگاهیم و یه چایی میزنیم، بعدش باز دوباره میریم ادامه کار و همه در حال دیگه چای زدن و اینجا دیگه همه نشستن دور هم. بقیه هم که حالا از دوربین فرار میکنن، اون پشت قایم شدن چون نمیان جلو دوربینی. حالا خجالت میکشن و میترسن، خدا میدونه. یک 1,500,000 شد نتیجه هنرمون تو کابینت سازی. این هم رسیدش. حقوقی که بهمون دادن 1,500,000 و تونستیم از هنرمون انقدر کاسب بشیم. بریم تو روزهای دیگه ببینیم چه تجربه‌ای در انتظارمون و چه هنرهایی که میتونیم ازش پول در بیاریم. بزنید بریم با هم دیگه. بهتون گفته بودم کار با کامپیوترم خوبه، به همین دلیلم برنامه‌نویسی میکنم. پس چطوری ازش پول در بیارم؟ آها فهمیدم. میخوام برم تک تک مغازه ها رو دونه دونه برم بهشون بگم که سایت میخواید یا سایت نمیخواید. پس اینطوری شاید بگیم از 100% 20% شانس اینو داشته باشم که بتونم باهاشون کار کنم و ازشون کسب درآمد کنم. پس بریم ببینیم چه جوری میشه. 2 تا پاساژ تارگت کردم، میخوام این 2 تا پاساژ برم. پاساژ اولم، پاساژ دومم بعد این میرم و قراره که برم با مغازه دونه دونه صحبت کنم ببینم میتونم چقدر از اینا کسب درآمد کنم دیگه. حالا یه سری ممکنه بگن آره، یه سری ممکنه نه. ببینیم چه چالشایی پیش رومونه، ببینیم در نهایت هم چقدر پول در میاریم ازش. آقا سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ قربون شما. من طراح سایت هستم. خواستم بپرسم برای کسب و کارتون سایت نمیخواید یا سایت داریم ما؟ به سلامتی. قربون شما. ممنونم. با اجازهتون. عزیزین سلامت باشین. قربون شما. سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ قرار است از مزاحمت، من طراح سایت هستم. خواستم بپرسم برای کسب و کارتون یه سایت نیاز دارین یا نه؟ بزرگواریم. با اجازهتون. قربون شما. سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ قربون شما. ممنونم. من طراح سایت هستم. خواستم بپرسم برای کسب و کارتون سایت نیاز دارید یا؟ ممنون داریم. قربون شما. عزیز، با اجازهتون. سلامت باشین. آقا سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ قربون شما. ممنونم. من طراح سایت هستم. خواستم بپرسم برای کسب و کارتون سایت نیاز دارین یا نه؟
ممنونم عزیز، لطف کردین، قربون شما. آقا سلام، وقتتون بخیر. خوب هستین؟ قربون شما. من طراح سایت هستم. می‌خواستم بپرسم برای کسب و کارتون سایت نیاز دارین یا؟ قربون شما. ما طراحی سایت می‌کنیم 0 تا 100 همه خدمات رو انجام میدیم و خدمتتون عرض کنم که حالا نسبت به شرایط من یه سری نمونه شماره‌تون میگیرم ازتون، نمونه کارمون رو میفرستم براتون. بررسی کنید. سایتتون فکر کنم سایت فروشگاهی شما نیازه. فروشگاهی هستش، بالا کنسول می‌فروشیم. خب خیلی عالی. ما حتی میتونیم همه آپشن بحث درگاه پرداخت همه چیزا رو 0 تا 100 براتون اجرا کنیم. یه سری نمونه کار میگیرم شماره منم حالا میخواید یادداشت بفرمایید به چه صورت قربان شما 0910. خب بچه‌ها الان قراره که برم به مغازه‌ها پیشنهاد بدم ببینم که سایت میخوان یا نمیخوان. واقعا نباید استرس اجتماعی داشته باشی تا این کارو کنی. خیلی سخته و یه حالت خجالت و نشنیدن و این چیزا رو داره، ولی میخوام بهش غلبه کنم، برم بهشون بگم ببینم که چی میگن دیگه. دونه دونه الان شروع میکنم ببینم چی میشه. آقا ما از این حرکتی که کردیم فکر کنم یه 20 تومانی گیرمون بیادش، چون قرار رو باشون گذاشتیم شماره رو رد و بدل کردیم. خیلی‌ها گفتن نه، خیلی هم که گفتن آره. اینم از نتیجه کلی ما تونستیم از این شغلم یه پولی در بیاریم و نه بشنویم. من زیاد حرف میزنم، ناراضی هم نیستم از اینکه زیاد حرف میزنم، خیلی هم دوستش دارم. به خاطر همین مثلا آخرین شغلی که داشتم مشاوره مهاجرت بود و الان قراره برم به آدما مشاوره بدم، ازشون پول بگیرم. کجا بهتر از این که دم دانشگاه‌ها بریم، کسایی که به فکر مهاجرتن بریم پیداشون کنیم، ببینیم چه جوریه، میتونیم ازشون پول بگیریم، نمیتونیم ازشون پول بگیریم، ببینیم چه جوری میشه. سلام، من میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ قصد مهاجرت دارید؟ نه. نه اصلا؟ مرسی، ممنون. سلام، ببین چند دقیقه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ قصد مهاجرت دارین شما؟ بله. من مشاور مهاجرتم. بله. بعد واقعا مشاوره میدم به آدما و کلا کارم اینه که مشاوره بدم، صحبت کنم، نظرشون رو راجع به کشورهای مختلف براشون توضیح بدم که دیده باز داشته باشن. اما قرار من امروز از هنرم پول در بیارم واقعیه و قرار نیست مشاوره رایگان باشه. یه ذره پررو هم میدونم. من رایگان میخوام. نه حالا من یه ساعت مشاورم 1,500,000 ولی از شما 500,000 تومان میگیرم. بیایید بپذیرید این 500,000 تومان کامل با هم کنار میام. اصلا کنار نمیام. من یه وکیل خودم میگیرم. ما 500,000 تومان خود از این کمی ها؟ نه واسه من زیاده. باش پول یه غذا. رایگان بدم، رایگان میدیم. از کاری داشتی هم دیگه آیدی شماره من داری دیگه. دمت گرم، مرسی ازت، قربونت. آقا بریم جای بعدی ببینیم چه خبره. سلام، خوبین؟ چند دقیقه وقتتون میتونم بگیرم؟ نه داداش داریم بازی میکنیم. یه دقیقه ما یه چیزی بپرسم ازت. قصد مهاجرت داری؟ آره وقت نداریم بریم. نپرسم یه چی؟ باشه میرم، خدا. حالا این همه نشنیدیم، امیدوارم ضایع نشه. بریم ادامه بعدیش ببینیم چجوریه. نشنیدن بار سنگینه داره، اینطوری نیست. سلام، خوبین؟ من میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ بله. من مشاور مهاجرتم. بعد می‌خواستم بپرسم کلاً شما قصد مهاجرت دارین ندارین؟ به مهاجرت فکر کردین تا حالا تو زندگیتون؟ فکر کردین؟ خیلی زیاد. خب خیلی عالی، خدا شکر. من نصف این پارک جای دیگر رو امروز قدم زدم، هر کی رسیدم میگه نه قصد مهاجرت نداریم، خیلی شرایطشون خوبه واقعیت. و خب من واقعیت قراره که از هنرم امروز پول در بیارم. حالا میخوام بهتون بگم که اوکی، این من رایگان نمیخوام مشاوره بهتون بدم، چه دروغ بگم. من امروز قراره از هنرم پول در بیارم و من هر 45 دقیقه 1,500,000 میگیرم بابت مشاوره، ولی چون میخوام هنرم پول در بیارم از شما 500,000 تومان میگیرم. اگه اوکی خب خیلی عالی. من همینجا خیلی خاکی میشینم جلوتون، ما هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم. اوکی همینقدر خاکی میخوام شروع کنم.
حالتون چطوره؟ سلام. من چند دقیقه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ قصد مهاجرت دارین؟ خب مزاحم چی؟ خب سوال بپرس. مرسی. خلاصه کمالگرایی رو گذاشتم کنار، تونستم از هنرام پول در بیارم. حالا یا به آشنا رو زدم یا ریسک نشنیدن رو پذیرفتم و رفتم کف خیابون. به هر آدمی تونستم پیشنهادش رو دادم. امیدوارم که شما هم بتونید از ویژن و هنر خودتون پول در بیارید. و از این ویدیو خوشتون اومده باشه، راستی حمایت از من تو ویژنت یادتون نره. خیلی مخلصی.